بذار بیشتر از این اینجا نمونیم و بریم لوتی آباد بازی کنیم بچه. از این بازی هایی که نمیدونی چرا درست شدن و اصلا هدفش از درست شدن چیه. بازی سه‌بعدیه و فرست پرسنه. چه کنترل سختی داره. در این خانه کاری ندارم. در این خانه کاری ندارم. در این خانه چطور؟ در این خانه کاری دارم؟ در این خانه کاری ندارم. در این خانه هم کاری ندارم. اتوبوس. به یه پیرمرد میبینیم. سلام آقای پیرمرد. سلام بر مرد بیرونیستا. سلام تیمور، بسیار ممنونم. من تیمورم. همین؟ گفت سلام تیمور. گفتم بسیار ممنونم. گفت سلام تیمور. چرا من گفتم ممنونم از سلام کردنش؟ یه مرد دیگه اونجاست. بذار ببینیم این کیه. سلام، گویا پیر بزرگ قصد ملاقات مرا کرده. آره، اما گفت از خالی نیاد تو. پیر بزرگ کمرش درد میکنه. مقداری زنجبیل میخواد تا دم کنه و بنوشه. بسیار خوب، من با زنجبیل باز خواهم گشت. زنجبیل نیاز است. دروازه لوتی آباد. دروازه بسته است. دروازه بسته است. منزل پیر بزرگ. دست خالی نیا تو. دست خالی نیا تو. خب من زنجبیل از کجا گیر بیارم؟ بذار برم پیش این پیرمرده. مرغ با مرغم حرف میزنه. سلام مرغ زیبا. نه با مرغ حرف میزنه. چقدر سخت کنترلش. خیلی کنترلش سخته بچه. خیلی کنترلش سخت. دستگاه کلام لوتی پخش کن. واسه هر کی شاخی واسه ما به گولیات بیان. اگه بودنت به زندگی کسی معنی میده، زندگیشو بی معنی نکن. ای مرد بیرونیستا، آیا می توانی مرا راهنمایی کنی تا مقداری زنجبیل پیدا کنم؟ می توانی؟ آه تیمور، گفتی زنجبیل. چند وقت پیش کمرم درد میکرد. زنجبیل زیادی مصرف کردم، اما مقداری باقی مانده بود که آن را درون سوراخ دیواری گذاشتم که بردارم، اما یادم رفت. نمیدانم دیوار روبرو بود یا همین دیوار کناری. کمی دنبالش بگردی پیدایش میکنی. بسیار ممنونم. چرا انقدر نانسنس بچه ها که خونه مگه نداری؟ مگه استفاده نکردی؟ چرا گذاشتیش تو کوچه و تو دیوار زنجبیلو؟ چرا این کارو کردی؟ بچه ها سوراخ‌های دیوار رو ما باید چک کنیم الان و زنجبیل در این سوراخ است. آخ 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 چقدر سخت کنترلش. یا حسین یافتم. این هم از زنجبیل. یافتم. زنجبیل یافتم. میتونم برم تو؟ باید برم تو در فکر کنم. رفتم تو. پشمام. پیر بزرگ. سلام بر پیر بزرگ، برایتان زنجبیل آوردم. گویا با من کاری داشتید. تیمور، همانطور که میدانی جهان پیشرفت کرده. چند روز پیش کشاورزان دهکده نزد اصلا انقدر سمه این بازی اصلا نیازی نیست من حرفی بزنم. دقت کردیم که وامی برای آنها جور کنم، بلکه یک تراکتور برای این دهکده بخریم. از تو میخواهم تیمور به لوتی آباد بروی و از آنها بخواهی تا وامی برای خرید یک تراکتور به ما بدهند. نگران نباشید، من به آنجا رفته و با پول باز خواهم گشت. بعد بریم تراکتور بیاریم. بهروز وثوقی. چرا بهروز وثوقی اینجاست؟ چرا بهروز وثوقی اینجاست؟ تلویزیون چی داره پخش میکنه؟ الان رفتم بیرون. اوکی. خره کجا رفت؟ شوفر سلام. ای مرد خودرو سوار، می توانی مرا به لوتی آباد ببری؟ چه؟ داش میری لوتی آباد؟ کرایش 7 تومن میشه. داری؟ آری دارم. آری دارم. پس بیشیم بریم. مرد خودرو سوار. چقدر رفتیم؟ خیلی رفتیم به نظرم. خیلی زیاد. رسیدیم به لوتی آباد تازه. ورودی هسته مرکزی روستا. کرایه 7 تومان. هر وقت کارم تمام شد با این آقای راننده باز خواهم گشت. هر وقت کارم تمام شد باز خواهم گشت. دوست از چرا داری منو اذیت میکنی؟ 5000 تومن. بازی رو باید بخرم. ادامه بازی. امیدوارم حداقل از ادامه بازی اومده باشه. نه.
خب تمام این کارا رو انجام دادیم، الان دوباره داریم برمیگردیم لوتی آباد و الان به آقای خودرو سوار میرسیم. آقای خودرو سوار بیا ما رو سوار کن که دیگه بریم دیگه. دم شما گرم. الان داستان اینه که ما میشینیم میریم لوتی آباد و وام جور میکنیم واسه خرید تراکتور روستای خودمون. GTA 6 از این به بعد لوتی آباد فقط. فروشگاه زنجیره‌ای لوتی آباد. ارسطوئه؟ ارسطو پایتخت این. ارسطو این تویی؟ علی آباد کجا و لوتی آباد کجا؟ سلام تیمور، حال خوبه؟ خوب هستی؟ قراره با یه بانوی ازدواج کنم، نه دم به خونه‌شون رو پیدا نمی‌کنم. قراره با یه خانومی ازدواج کنم لدم به خونه‌شون رو پیدا نمی‌کنم؟ یعنی چی؟ اداره مرکزی لوتی آباد فروشگاه لوتیگری. چگونه ای مرد؟ یادم دفعه قبل که دیدمت همش میرقصیدی. حالا میبینی که مغازه دار لوتی آباد شدم. چی میخوای؟ یک دستمال یزدی میخواستم. دستمال یزدی میشه 4 تومن. او چه گران. اگه 4 تومن بدم به دستمال کرایه ماشین برای برگشتن نخواهم داشت. باید فکر کنیم. بسیار خوب، من باز خواهم گشت. باید فکر کنیم بچه‌ها. یا باید برگردیم روستا یا باید دستمال یزدی بگیریم. به نظر تو کدومش میتونه این داستان اوکی باشه؟ من نمیفهمم واقعا. بازی چرا انقدر نانسنسه؟ نه. چی نه؟ نه. 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 نه خیر. بریم اداره مرکزی. به احترام ارباب رجوع باید ایستاد. فرموده لوتی بزرگ. چقدر تو قیافت استتار کردی؟ آفتاب پرستی؟ سلام و سلام. خسته نباشید. خسته نباشید. من تیمور هستم. تیمور داننده. از داننده؟ روستای پیر بزرگ می آیم. وی مرا فرستاده تا یک وام 1 میلیون تومانی برای خرید یک تراکتور از شما تهیه کنم. نزد رئیس برو تا دستور بفرماید. اتاق کارمند غلام سیخی نمیره تو غلام سیخی. خود مسعود یاماها انبار. رفتم تو انبار. ورود افراد متوهم ممنوع بود ولی من رفتم تو. اتصالات برق. اتاق رئیس لوتی بزرگ. سلام. اوه داشمشتیه به مولا. خدا وکیلی نوکرتم. داش. سلام بر رئیس بزرگ لوتی آباد. حالتان خوب است؟ مرسی تیمور. تو چطوری؟ خوبی؟ حاجی منو چه میشناسه. خبر؟ جناب رئیس پیر بزرگ مرا فرستاده تا یک وام 1 میلیون تومانی از شما دریافت کنم. منو میشناسه. و خود پیر بزرگ ضامن برگرداندن آن پول است. برگرداندنه؟ با این پول یک تراکتور برای روستای خود تهیه کنیم تا کشاورزان در رنج و مشقت نباشند. مشکلی نیست. به منشی بگو کارای وام انجام بده. بسیار ممنونم. اکنون این امضاها را بگیر تا وام را به تو پرداخت کنم. اداره مرکز لوتی. امضای کارمند، امضای معاون، امضای رئیس بدین سان وام 1 میلیون تومانی جناب تیمور. دوستان عزیز ما با وام 1 میلیون تومانی میتونستیم تراکتور بخریم. من میخوام برم لوتی آباد. اگه اینجوریه میشه برم یه 10-15 تا تراکتور بخرم و بیام اینجا به قیمت 1 میلیارد تومن بفروشم به جای 1 میلیون تومن. فقط الان این جلوم من اصلا نمیتونم. بیا امضا کن. سلام ای کار من. این برگه را امضا کن. چی الان اومده جلو؟ این چرا نمیره؟ وام است. رفت. او خب میدونی من یه سال دهنی داشتم. نمیدونم چی شد. گم شده انگار. اگه روزی یه بار سال دهنی نزنم حالم خراب میشه. میدونی تو مرد جوان تو میتونی پیداش کنی؟ از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2-3 تاش مزخرف. انگار مجبورم پیدایش کنم. سازدهنی من از کجا گیر بیارم؟ چرا داری انقدر اذیت میکنی با من؟ بذارید برم این یکی اتاق. درود بر معاون گرامی. لطفاً این برگه را چاکر داداش. باید بررسی کنم. شاید طول بکشه. قربانتان بگردم. من باید کلی راه به روستای پیر بزرگ برگردم
لطفاً امضا کنید تا من بروم. خب میدونی من یه دستمال یزدی داشتم. هر روز این یاماها رو عکسشو میبینی اینجا باش برق میاد. این یاماها رو میگه. آره میفهمی چه؟ چرا من بعد نوکری اینا رو بکنم؟ شما الان این یارو اینجا نوشته که به احترام ارباب و رجوع باید ایستاد، اما الان هر کدومشون دارن ازم رشوه میگیرن. اون ساز دهنیشو میخواد، این دستمالشو میخواد. سگ تو این زندگی. بعد بریم بیرون. چقدر داره معمایی میشه این بازی، چقدر داره جی تی ای میشه برا من الان این بازی. یه دستمال یزدی بده من. دستمال یزدی نمیده. اوه یه چیزی اون بالاه. آسانسوره این؟ What the heck؟ رسیدم بالا. یه سنگ براق. البته قیمتی نیست. فکر کنم پرنده ها آوردنش اینجا. شاید به درد بخورد. شاید به درد بخوره. من یک سنگ نسبتاً قیمتی دارم. می توانی با آن نگین انگشتر یا چیزهای دیگر درست کنی. بیا دستمال یزدیمو بده. اگر این را به تو بدهم آیا یک دستمال یزدی به من می دهی؟ بده البته بگیر، این هم دستمال یزدی. بده. آفرین دستمال یزدیمو بده. بذار ببینیم فقط بقیه چیزا کجان. سازدهنی آقا رو هم گیر بیاریم، رفتیم همه کارا رو کردیم دیگه. سازدهنی رو از کجا میتونیم گیر بیاریم؟ برگردیم داخل. شاید اگه دستمال یزدی رو اول تحویل بدیم بشه یه کاریش کرد. بریم پیش مسعود یاماها. سلام های مسعود، بیا دستمال یزدی آوردم برات. جناب معاون، این هم دستمال یزدی برای شما. شاکر داشتی کارت درسته. این هم از امضای شما. برو به سلامت. بسیار ممنونم. امضاشو گرفتیم. جعل میتونستیم بکنیم امضاشو. بابا خب الان فقط یه مشکل داریم که این سازدهنی این غلامزیقی کجاست؟ غلامزیقی باید سازدهنی این آقا رو پیدا کنم وگرنه خیال نداره امضا. خب سازدهنی کوفتید کجاست؟ بریم پیش اتاق رئیس. آقای رئیس دست شما نیست سازدهنیش؟ فعلا با رئیس کاری ندارم. فعلا با رئیس کاری ندارم. فعلا اینجا کاری ندارم. فعلا اینجا کاری ندارم. هنوز امضاها را نگرفتم. هنوز امضاها را نگرفتم. اتصالات برقو نکنه بعد قطع کنیم. قطع میکنم اتصالات برقو. چیزی عوض میشه؟ نمیدونم باید چی کار کنم. سازدهنیت کجاست بی‌ناموس؟ دو تا فرضیه به وجود میاد. یا اینی که ما اینو زودتر برداشتیم و بازی باگ حساب کرده و اصلا به یارو تحویلش نمیده، یا اینی که اتصالات برقه رو من نمیفهمم چیه. یکی به من بگه این سازدهنی کجاست. من خسته شدم، من حوصله ندارم یه بازی رو انقدر بخوام الکی طول بدم. من دیگه نمیتونم. ولی این بازی قسمت‌های مختلف دیگه هم داره. 2 3 4 5. بعد یه چیز جالب، اصلا یک نداره، از 2 داره شروع میشه. الان لوتی آباد 2. اگر دوست داشتید که دوباره اینو ادامه بدیم و ببریم جلو. من که حال کردم. جی تی ای تموم. فقط اگه سازدهنی رو میدونید کجاست بهم بگید داخل کامنت ها. اسم بازی هم لوتی آباده و خواستید دانلود کنی به هزینه 5000 تومان. 5000 تومان نمیتونم تمامش کنم. 5000 تومان هم رفت. خداحافظ.